همیشه فری بریزم، هیچ وقت قرار نیستش خسته بشم. و خوبیش اینه که کاملا سالمه، یعنی هیچ قند محصولی یا چیزی توش نداره. حتی استویا اینا من نمیریزم چون که شیرینی خود موزه براش واقعا کافیه. ولی انقدر مزه‌های مختلف توش قاطی میشه نیازی به اون مزه شیرینی نداره واقعا. دارچین، گردو، کربادون زمینی، خود موز. و وقتی مثلا کنار قهوه چیزی هم می‌خوری که دیگه واقعا بهترینه. ولی امروز چای هلو رو انتخاب کردم که باش بخورم. چای هلو هم خیلی خفنه. آخر بار چای هلو خوردنم خیلی وقت پیش بود، ولی امروز دوباره امتحانش کردم و خیلی باحاله. خیلی حال میده تو چای رو یه طعم متفاوت حس کنی. مثلا اگه همیشه چای سیاه می‌خوری یا چای توت فرنگی یا یه چیزی بخوری که یه مزه متفاوت داره و کنار این پنکیک هم خیلی باحال چای هلو. امروز پلنمون این بود که بریم پیکنیک. حالا پیکنیک آنچنانی هم نه، ولی اصلا یه پیکنیک ایزی. مثلا در حدی که بریم یه قهوه بخوریم و یه بازی بکنیم، یکم وقت بگذرونیم. این پیکنیک اونجوری که غذا و زیرانداز و فقط در حدی که بریم توی جنگل طوری اینا بشینیم. کم کم الان باید آماده بشم که حرکت کنم و به پیکنیکمون برسیم.